لیک انا استیت پارک یکی از معروفترین و مقبولترین پارک های ایالت ویرجینیا است. بخش های بایسکل رانی، کمپینگ، پیاده روی، از بخش های قایق رانی. Yeah, this is a small one. I took a small one. فامیلای عزیز اگه این ویدیوی ما را دیدین سلام به تک تک شما برسه. شما ببینید دیگه. خواهیم بخیر دیگه کمک دیگه هم یکم چیزا دیگه آماده کنیم. Oh, this one? Yeah. Oh, okay. It's battery. سلام دوستای عزیز، امید که صحت و سلامت بوده باشین. در این برنامه شما را به یکی از پارک های بسیار زیبا و مقبول ایالت ویرجینیا میبرم. انشالله که بتانیم از بخش های بایسکل رانی، کمپینگ، پیاده روی، از بخش های قایق رانی، فیشینگ براتون تصویر داشته باشم تا لذت ببرین. با ما همراه باشین، ما را همراهی کنین. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یک سفر تازه در کانال افغان لایو اند کمپینگ یو اس ای. امروز با هم به یکی از زیباترین دریاچه های ایالت ویرجینیا یعنی لیک انا سفر میکنیم. از لحظه ای که از خانه حرکت میکنم تا زمانی که به دریاچه میرسم همه مسیر، مناظر و تجربه ها را با شما شریک میسازم. اگر به طبیعت، کمپینگ، ماهیگیری، قایق سواری و سفرهای خانوادگی علاقه دارید تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. همین حالا در مسیر لیک آنا هستیم. جاده های اطراف این منطقه بسیار آرام و سرسبز هستند. در طول مسیر می توانید مزرعه ها، جنگل ها و طبیعت های زیبا را تماشا کنید. بسیاری از خانواده ها آخرهای هفته از شهرهای اطراف مانند ریچموند، شارلزول، نورت ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند به این منطقه سفر می کنند تا بتوانند روز خوبی را در اینجا سپری کنند. سلام دوستای عزیز، ما به لیک انا استیت پارک یکی از معروفترین و مقبولترین پارک های ایالت ویرجینیا رسیدیم و میخواهیم که از طبیعت و از جاهای دیدنی این پارک و این لیک برای شما تصویر داشته باشیم. ما را همراهی کنین. اینی دروازه لیگ انا است. وقتی که شما میخواین که از اینجا داخل شوین و از این قسمت شما میتونین که بخیر داخل شوین. $10. اوکی. هر موتری که داخل میشه تکتش است، قیمتش است. همین پارک میکنین موتر یا دموجه مثلا آشپزی میکنین، آوازی میکنین، چکر میزنین، بایسکل رانی میکنین، تمام این بخشا شامل $10 است دیگه. و بهترین جای است کسایی که همراه فامیل بیاد، دوستایشان بیان، میتونن که شب میشه کمپینگ کنن و رزرو کنن و بهترین جای است. Thank you. Yeah, I'm originally from Afghanistan. Are you really? Yeah. Well, welcome. Thank you so much. Welcome. Bye. Bye-bye. Appreciate. Have fun. Bye. Thank you, man. So much. و اینی را باید در موترتان شما نصب داشته باشین. فعلا دیگه به لیگ انا رسیدیم بخیر. موتر اینجا پارک کردیم و برویم بخیر تمام بخش هایی که دیدنی است، به بایسکل رانی است، به دیگه پخت و پز است یا کمپینگ است، جایی که مثلا پیاده روی قدم زدن است، دیگه کلش انشالله تحت پوشش برتون قرار میدیم. ما را همراهی کنید دیگه بخیر. انشالله میریم، وسایل ها را پایین میکنم دیگه، همراه ما همراه باشین.
دوستای عزیز، این لیگ انست و تمام مردم آمدن همراه فامیلایشان و فعلا در اینجا دیگه این موقعیت است که موترتان پارک میکنین. بعد از اینکه موتر پارک کردین میرین بخیر به طرف محل پارک یا محل جایی که کمپینگ و تفریح است. بخیر. لیگ آنها در مرکز ایالت ویرجینیا قرار دارد و فاصله آن از شهر واشنگتن دی سی حدود 1 ساعت و یا 2 ساعت می باشد. هر سال صدها هزار نفر برای تفریح، استراحت و ورزش‌های آبی به این منطقه سفر می کنند. تاریخچه این دریاچه به اوایل دهه 1970 برمیگردد. در آن زمان شرکت برق ویرجینیا برای تامین آب خنک کننده نیروگاه هسته‌ای آنا این دریاچه را ایجاد کرد. بعدها اطراف دریاچه به یک منطقه گردشگری بزرگ تبدیل شد و امروز خانه‌های تفریحی، رستوران‌ها، محل‌های کمپینگ و پارک‌های زیادی در اطراف آن ساخته شده است. وسط این دریاچه حدود 13,000 هکتار است و بیش از 200 مایل خط ساحلی دارد. به همین دلیل فضای کافی برای انواع فعالیت‌های تفریحی وجود دارد و حتی در روزهای رخصتی نیز می‌توان جای مناسبی برای استراحت و کمپینگ پیدا کرد. یکی از دلایل محبوبیت لیگ آنها تنوع فعالیت‌هایی است که در آن انجام می‌شود. مردم برای شنا، قایق سواری، جت اسکی، ماهیگیری، کمپینگ، دوچرخه سواری، پیاده‌روی و تماشای غروب آفتاب به اینجا می‌آیند. بسیاری از خانواده‌ها آخرهای هفته را در این منطقه سپری می‌کنند و برخی نیز ویلا یا خانه‌های تفریحی در اطراف این دریا ایجاد کرده‌اند. لیگ آنها برای ماهیگیری نیز بسیار مشهور است. در این لیگ ماهی‌های مختلف و متنوعی پیدا می‌شود. این دریاچه از 2 بخش ساخته شده است. یک بخش عمومی که همه می‌توانند از آن استفاده کنند و بخش گرم یا هات ساید که آب آن به دلیل سیستم خنک کننده نیروگاه هسته‌ای کمی گرمتر از بخش عمومی است. همین موضوع باعث شده در بعضی فصل‌ها ماهیگیری در آن شرایط متفاوتی داشته باشد. اگر به کمپینگ علاقه دارید، لیگ آنها یکی از بهترین انتخابات در ویرجینیا است. اینجا محل‌هایی برای برپا کردن چادر، پارک کردن آروی، استفاده از الاچیق، باربیکیو و گذراندن شب در طبیعت وجود دارد. همین امکانات مانند سرویس‌های بهداشتی، دوش، پارکینگ، زمین بازی کودکان، ساحل شنا و مسیر پیاده‌روی برای بازدید کنندگان فراهم شده است. یکی از زیباترین لحظه‌های حضور در لیگ آنها طلوع و غروب آفتاب است. وقتی نور خورشید روی سطح آرام آب می‌تابد، منظره بسیار دیدنی ایجاد می‌شود که برای عکاسی و فیلمبرداری فوق‌العاده میباشد. در این ویدیو تلاش می‌کنم تمام بخش‌های مهم این دریاچه را به شما نشان دهم. از ورود پارک، پارکینگ، ساحل، محل شنا، اسکله قایق‌ها، کمپینگ، محل‌های ماهیگیری، طبیعت اطراف و هر نکته‌ای که دانستن آن روی یک سفر خوب لازم است. اگر شما هم روزی تصمیم گرفتید به لیگ آنها سفر کنید، امیدوارم این ویدیو راهنمایی مفیدی برای شما بوده باشد. و در این پارک زیبا همچنان جای کمپینگ است و کسایی که آشپزی میکنن و کسایی که قایق دارن و کسایی که از کشتی‌های کلان دارن میتونن که بیارن و اینجا استفاده کنن و لذت ببرن. همچنان جای آببازی برای طفلاست و کسایی که علاقمند به آببازی هستن، همچنان کسایی که کلان هستن با عوام جای آببازی است
و شما میتونید که از این لیگ مقبول و زیبا استفاده کنین. من آدرسش معلوماتش براتون میمانم و در اینجا وطندار عزیز ما را افغانای محترم ما را همچنان دیدم اینجا با فامیلایشان آمده بودن، چند فامیل. همچنان شما میتونید که از این لیگ زیبا و مقبول استفاده کنین. داریم که ماهی رو بگیریم با کامون و نک ماهی بگیریم و شما رو بخیر از ماهی گرفتن خود یک تصویر نشان کنیم. بسیار یک کار خوب است و شما میتونید هم کوشش کنید، هم استوری کنید، هم میتونید با فامیلایتان بیاین که اینجا ماهی شوید، آشپزی کنید، کباب بپزین یا هر غذایی را که دوست دارین خوش دارین میتونید استفاده کنید. و با فامیلای کلان بزرگم هم همچنان خوب جای است، مردم میاین با فامیلایشان. و دیگه خوبیش هم است که شما میتونید که آبازی کنید و طفلایتان میتونن که آبازی کنن در سایه محدودی خود داره، مثلا اجازه نمیده که زیاد شما بیاید کنید. اما یک قسمت جای آبازی هم هست، دیگه هم هست و دیگه یک قسمت جای پشتداری اون طرف از طرف اون طرف رکار اطراف جنگل هست، آغاز باغاز و جای دیگه هم هست.
You don't want the small ones. Don't let the small ones catch. I'm looking for. Oh, you catch a new small one? Yeah, Yeah, you gotta turn it back. Yeah, this is a small one. I took a small one. So I just گرفتیم یک ماهی را هم خوردش بود. تمام دیگه دنبال معلوم نشده. بخیر داریم که بگیریم. Wow. You have to go pretty fast, but like. This one? Oh, nice. دوستای عزیز زیر 5 سال پیش خریده از آمازون آنلاین و در این اول داده میشه و This is for 5 people برای 5 نفر است و دیگه یه اولش پس کشیده میشه. Oh, this one? Yeah. Oh, okay. این بطریش هست که اونو ماشینش هست که دور میتیره میبره دیگه. دیگه جمعی از وطندارا و دوستا را گیری کردیم در ملی که یعنی ویرجینیا هستیم و صدا کردن که بیان تربوز بگیرین و بسیار یک مجلس خوب مقبول زیبا بود. آیسه پرسان کرد که یعنی وطندار ما هستیم بیاین. هیچ گپی نیست، خب فارسی و پشتو و هزارگی و ازبکی کلش از همون وطن هستیم دیگه. بله، نام خودتان میشه خود یک معرفی کنین. پشتو بگویم. پشتو میگی فارسی میگی مشکل نیست دیگه. خب نام ما شمس است، ولایت کنر ولایت کنر هستم. ببخشید دیگه. از اینجا شارلزویل زندگی میکنم. 5 سال میشه. حالا چکر آمدیم اینجا که دوستا. فارسی خبرش هم کوله خو بندګم پکې نو په دا خاطر دواړه یو ملي ژبې دي دواړو ته خوښ است او نوم محمد الله دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی دلته مصروفیات روزانه منډې را منډې وال دغه دي یو ورځ دوه ورځې ژوند دي انډیوالان سره به په بنډار سره راوځو. مثلا در افغانستان یک کلی فکر میکنه که ما اینجا دیگه پیسه چاپ میکنیم نه که زنگ یا میاد امریکا کې باید کار وکړي کار ونه کې پیسې نشته دی او وطن افغانستان کې خو په کور کې یو فامیل کې به پلار کار کوو ټول کور خلکو به پیدا کوله او دلته امریکا د ژوند دی چې کور کې که 15 کسه وي باید 15 واړه ټول ژوند وکړي تر څو پورې د ژوند مصارف ټول وکړي. دغه قندوز هستیم اینجا در شارلزویل زندگی میکنیم در روز ویکند میم در این پارکا از کجا قندوز از آیسه؟ است چاردره ما چاردره رفتیم. چاردره خوب جای هستن، سیر خوب جای هستن. بخصوص باز افغانستان جایی که آدم تولد شوه کلان شوه باز مخاطرات میمانه. امریکا خوب جای است کسی کار کنه زحمت بکشه مثلا میشه. اما دوستای عزیز ما خود شکایت نداریم ولی بعضی کسا با افغانستان بگه کی تم امریکا هم یا شکایت دارن نه دست کار میکنه چرا شکایت داشته باشه. امریکا کې کټه تاسو ټول خارجيان وګورئ دا 15 ورځې کار کوي شنبه یک شنبه دی عمومي رخصت کوي هیڅ کار نه کوي ځکه چې دلته سټرس دی مشکلات دي بوجونه دي تر څو پورې چې د شنه ساحو او ځایونو ته موږ راشو زموږ دغه فکر بدلیږي صحت هم ورسره ښه کېږي خلک وینو کینو نو داسې نشو کولی ځکه انسان ماشین نه دی چې ماشین دی 4 ساعته کار وکړي دا باید ارامتیا ته ضرورت ولري نو ټولو فامیلیونو ته موږ داسې وایو چې لږ باید ځان په فکر کې شي. و ویرجینیا بسیار یک ایالت کلان است مثلا چند کانتی داره یا شهر داره مثل ولسوالی‌های مثل یک ولایت که ما در افغانستان داشتیم. باز یکی از امو زیباترین و جایی که بسیار مشهور است به نام چاروسویل یک کالج بسیار کلان است در اونجا فکر کنم یک شفاخانه بسیار بزرگ است. یو یونیورسيټي موږ لرو پوهنتون او یو هاسپیټل موږ لرو لکه د یو هسپتال. سر زندگی چطور است؟ قیمت است ارزان است؟
ارزانه دي هلته. دلته هر څه چې د نورو ځایونو ارزانه دي. اوس که څوک غټ کورونو ته اپلای نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، دلته بیا هاوزینګ سیسټم دی. یعنې مطلب د هغې دي بعضې هاوزینګونه داسې دي چې 1000 روپو پورې یا 1200 پورې کرایه ورکوي، او بعضې چې بیا څوک انکم یې بیخي لوی، بعضې هاوزینګونه پیدا کېږي هغې کې د هغې انکم ته کتل کېږي، یعنې 400-500 پورې هم فامیلونه شته چې د کور کرایه ورکوي، برق بیل یې مفته دی. اوه بسیار خود دولت دیگه پوشش میده. کسایی که خب هاوزینگ کسای دوستای عزیزی که میخواین که از کرای خانه کمی بیغم باشین، شارلزویل خوب جای است. برادرمون کمپاین داره که بریم به شارلزویل ویرجینیا، خوب جای است. میگه دیگه تو هر کسی که اگه علاقه‌مند است به ویرجینیا میاد، خود زیاد مردم باز الکساندریا و آرلینگتون، فیرفکس، مثلا اشبورن یا قسمت‌های وودبریج، پردیسبورگ افغانان زیاد تمرکز کردن در اون قسمت. اما دوستای عزیز من که در الکساندریا میشتم، طبعا می کرای خانم قیمت بوده اونجا و کارم که میکردی مثلا صحیح بود، کم اینکم بالا بود، اما پس اونو مصارف داشتن. اوس زما ملګری الکسندریا کې اوسېږي، هغې د یو اپارټمنټ 2800 ډالر کرایه ورکوي. بیا زما دلته بل ملګری چې په مغه شانته اپارټمنټ کې شارلزویل کې زندگی کوي، هغه 1200 روپۍ ورکوي. نو 2800 هم مقایسه 1200. ماهان رحیمی است، از ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری هستم و دوستای من که میبینین دیگه از ولایت‌های مختلف هستن. زندگی چطور میگذره در آمریکا؟ بهترین لحظه زندگی خورم ما هم اینجا سپری مونی، از لحاظ امنیت، علم و دانش و هر چیزی که بگی، آزادیش بگی، امنیت چی بگی، سعی کن پارک سیل کو، کس تا کس کار نداره. ما اینجا ششتیم، ملی خود میکنیم. خلاصه کلگیش بخشید بگم ما راضی هستیم از همه چیز. فامیلای ما کلش افغانستان است. دیگه ما تنها هستم. فامیلای عزیز اگه این ویدیوی ما را دیدین، سلام به تک تک شما برسه. انشالله ببینن دیگه. انشالله ببینن. فرهنگ دیگه مردم. یک سلام خاص به بچهای جاغوری. همینطور پرچمتون بالا، هر جا باشید. بچهای جاغوری دیگه سلام برتان رسید، از طرف ما هم رسید. و سر تا سر افغانستان سلام و همه دوستا و فامیلایی که در جای دنیا هستن. دیگه تا دیداری بعد دیگه خداحافظ با شما. خداحافظ. و این هتل است. یک تا دوستایی که پیزا میخورن، جوس یا میتونن که از این هتل هم استفاده کنن. دیگه کباب مرغ است همراه چپس و کچالو. میخوایم بخیر دیگه کمک دیگه هم چیزا دیگه آماده کنیم.